بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك ما درسي خود را دوام میدهیم از کتاب بناء الافعال، یعنی شکل و صورت فعلها. مصنف بعد از ذکر کردن 35 باب با تمام اقسامش در آخر چنین می‌فرماید: ثم اعلم ان الفعل المنحصر في هذه الابواب اما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزل، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. خب اکنون اینا اقسامی هشتگانش میگن. اگر نه در کتابی بیدان، کسی که کتابی بیدانی فارسی را خواندگی باشد، اقسامی سبعش میگفتن در آنجا، 7 قسم. در اینجا 8 قسم گفته ایستاده است. اکنون میفرماید ثم علم، بعد از آن بدان. بعد از آن چه؟ بدان که فعلهایی که وایها را گرد آورده شد، جمع آورده شد در این بابها، یعنی همین فعلهایی که وایها را منحصر کرده شد، یعنی که جمع آورده شد، ذکر کرده شد در این بابها. مراد از این بابها یعنی در همین 35 باب. تمام فعلهایی که بر وزن همین 35 باب می آیند میفرماید که اما ثلاثی مجرد فیه، اگر اهمیت دادگی باشد یا نام همون فعلی در یکم باب از این باب ها آمدگی، نامش چه؟ ثلاثی مجرد سالم است. نحو کرومه، مانند کرومه. اکنون نسبت کرومه چه خیلی این ثلاثی مجرد سالم است، این اهمیتیه. برای چی فعل کرومه را میگوید که ثلاثی مجرد سالم؟ بخاطر آن ثلاثی میگوید که سه حرف عبارت است و هر سه همین حرف اصلی می باشند. کرومه بر وزن فعوله. خب برای چی مجردش می نامند؟ برای خاطر آن که در برابر سه حرف اصلیش یگان حرفی زیادتی ندارد. از همین لحاظ او را ثلاثی مجرد میگویم. خب بس برای چی سالم میگویم؟ بس برای چی؟ اگر پرسن که فهما، بس برای چی اینا چی میگوین؟ سالمش میگوین. باید که از کدام جهت، یعنی که ما فهمیدیم که این ثلاثی است، فهمیدیم که مجرد است، بس چرا او را سالم میگویم؟ میگید که برای خاطری از حرفای علت و از همزه و از تضعیف خالی بودنش. برای چی فعل سالمش میگویند؟ برای خاطر اینکه حرف علت ندارد، که حرف علت نام کردن واو الف یا را، هر کی را درد رسد ناچار گوید وای را. حرفای علت سه تا میباشند، واو الف یا. میبینید که در برابر همین، یا که گویم همین حرفای اصلی کرومه یگان تاش از حرفای علت نیست، نه واو است، نه الف است، نه یا است. خب و همچنین همزه نیست، کاف را میم، و همچنین تضعیف نیست. تضعیف یعنی دو حرف از یک جنس نیست، میشه دو تا میم نه آمده است، دو تا را نه آمده است. فهمیدید؟ از همین خاطر اینا چی میگوین؟ سالمش مینامند. بنابراین کدام فعلی که به شما پیشنهاد کرده شود، اگر بینید که همین گفتگی ها در وی نباشند، یعنی که به همین صفت باشد، همین صفت درباره کرومه گفتیم، اینا چی میگوین؟ ثلاثی مجرد سالم میگوین. اکنون میگوید که و اما ثلاثی مجرد غیر سالم،
یا فعل هست که نام او ثلاثی است، مجرد است، غیر سالم است، یعنی سالم نیست. به مثال وعده بر وزن فعله. خب برای چی این را ثلاثی می نامند وعده را؟ زیرا اینکه از سه حرف اصل عبارت است. برای چی مجرد می نامند او را؟ زیرا اینکه در برابر سه حرف اصلیش یگان حرفی زیادتی ندارد. برای چی غیر سالمش میگویند؟ زیرا اینکه در مقابل فا یعنی وعده بر وزن فعل حرف علت میبینیم. حرف علت میبینیم. حرف علت دیدید در کجای همین در برابر خا فا باشد، خا عین باشد، خا لام باشد فرق ندارد. این الکه نامش چی میگن؟ غیر سالم، یعنی ناسالم میگویند. چون که نام این انشاءالله بعدا میگویند، ذکر میکنند، نام این فعل غیر سالم. غیر سالم بسیار است. کدام نمودی غیر سالم است؟ میگویند که معتل الفا، یا که میگویند که مثال میگویند. و اما رباعی مجرد سالم، یا فعل هایی که در این 35 باب یا که بر وزن این 35 باب می آید رباعی مجرد سالم است، مانند دحرجه. از کجا فهمیدیم که دحرجه این رباعی است؟ زیرا این که از 4 حرف اصلی عبارت است. حرفای یعنی که جمیع حرفای او یعنی 4 حرفش اصلی می باشند. برای چی مجرد می نامند؟ زیرا اینکه در برابری 4 حرف اصلیش یگان حرفی زیادتی ندارد. بس برای چی سالم می نامند؟ برای خاطر آنکه از حرف علت خالی است، از همزه خالی است گفتیم. خب با چی؟ از تضعیف خالی است. دحرجه این را نامش رباعی مجرد سالم مینامند. و می فرماد و اما رباعی مجرد غیر سالم نحو وسوسه و زلزله. یا هست که چنین فعل او را رباعی مجرد غیر سالم مینامند. برای چی رباعی مینامند؟ زیرا که از 4 حرف عبارت می باشند، حرفهای اصلی او وسوسه زلزله. برای چی مجرد مینامند؟ در برابر 4 حرف اصلی یگان حرفی زیادتی ندارد. برای چی غیر سالم مینامند؟ زیرا که وقتی ما وسوسه گفتیم حرف علت میبینیم واو و دو تا واو داره. و همچنین یعنی در برابر حرفای اصلی حرف علت میبینیم واو فعلل. و زلزله چی؟ زلزله این حرف علت ندارد ولی حرفی دوچند دارد. حرفی دوچند این تضعیفش میگویند. زیرا اینکه تضعیف یا که مضاعف، ولی میبینیم همه باب تفصیل، مضاعف در باب رباعی یعنی که در باب‌های رباعی آن است که در مقابل فا و عین 2 حرف یک خیله می آید و نیز در مقابل عین و لام دویم، یعنی در مقابل فا و لام یکم و در مقابل عین و لام دویم 2 حرف از یک جنس می آید. مانند زلزله دیده 2 تا ز اومد 2 تا لام اومد. خلاصه این را چی میگویند؟ غیر سالم مینامند. رباعی مجردی غیر سالم مینامند. اکنون دوامش ببینید چی میفرماید. و اما رباعی من گفتم اینه و اما ثلاثی مزید فیه سالم نحو اکرمه. یا فعل میبینید که نام او ثلاثی مزید فیه سالم است، مانند اکرمه. از کجا فهمیدیم که اکرمه ثلاثی است؟ زیرا اینکه یعنی از 3 حرف اصلی عبارت است. 3 تا حرف اصلی داره. اکرمه، افعل، هر حرفای اصلی از کجا میفهمید؟ در برابر فا و عین لام بودگیاش چه حرف اصلی می باشند، از وی بیرون حرفی زیادتی می باشد. کاف، را، میم اینها حرف اصلی هست. این ثلاثی میگن 3 حرفه.
برای چی مزیدون فیه میگن؟ زیرا که در برابر حرفای اصلیش با حرفی زیادتی داره، همزه داره. فهمیدید؟ بس برای چی این را سالم مینامند؟ زیرا اینکه در مقابل فا عین لام، یعنی در مقابل حرفای اصلی حرف علت ندارد، همزه ندارد و دو حرف از یک جنس ندارد. اگر ما با دو پرسند که بس همزه هست، نه، این همزه حرف زیادتی است. ما گفته شدیم که در مقابل، یعنی در برابر حرفای اصلیش، حرف اصلیش همزه نیست. و اما ثلاثی مزید فیه غیر سالم نحو اوعد، یا که فعل رو میبینیم که اون نامش چی بوده است؟ ثلاثی مزید فیه غیر سالم است، مانند اوعد. اوعد رو از کجا فهمیدیم چنین است؟ از اون خاطر دانستیم که این ثلاثی است زیرا که سه تا حرفش اصلی می باشند، و عین دل. برای خاطر آن مزیدون فیه میگوییم در برابر حرفای اصلیش حرفی زیادتی دارد، همزه. و این رو غیر سالم به اون خاطر میگوییم که در مقابل فا حرف علت آمده شده است، اوعد افعل. و اما رباعی مزید فیه سالم، یا در دور اینها یک فعل رو میبینیم که نامش چی بوده است؟ رباعی مزید فیه سالم. یعنی رباعی به اون خاطر میگویند که از 4 حرف اصلی عبارت می باشه، مانند تدحرج. برای چی این؟ یعنی که از 4 حرف اصلی عبارت می باشه. برای چی مزید فیه میگویند؟ زیرا اینکه در برابر 4 حرف اصلیش حرف زیادتی آمده است، حرف تا آمده است. برای چی سالمش میگویند؟ زیرا اینکه حرفای اصلی چی ندارن؟ حرف علت ندارن و تضعیف نیستن و همزه نیست. برای مثال فهمیده؟ انا به همین میفرماید که مانند تدحرج. و اما رباعی مزید فیه غیر سالم، یا رباعی هست نمی خلاص خب تدحرج گفتیم، یا رباعی است مزید فیه است غیر سالم است، مانند توسوسه. توسوسه رباعی است برای خاطر اینکه 4 حرفش اصلی است. برای خاطر مزید فیه میگن که در برابر 4 حرف اصلیش تا زیادتی آمد. برای چی غیر سالمش میگن؟ برای خاطر اینکه در مقابل فا و لام یکم حرف علت آمده ایستاده است و در برابر این یعنی این تضعیف هم شده ایستاده است. برای خاطر اینکه تضعیف آن رو میگن در مقابل فا و عین، در مقابل فا و لام یکم و عین و لام دویم 2 حرف از یک جنس باشد، اینا چی میگویند؟ تضعیفش هم نیز میگویند. بنابراین این هم نامش چی بوده است؟ هم حرف علت دار و هم مضاعفش میگویند. یعنی رباعی مزید از همین خاطر و غیر سالمش میگن. در آخر میفرماد که و یقال لهذه الاقسام، من این قسمایی که ما گفتیم نامشون میگویند که الاقسام الثمانیه، یعنی قسمهای 8 گانه. قسمهای 8 گانه باید که اینها را ما و شما از یکدیگر چه فرق کرده توانیم این فعلا را. انشاءالله اینا را خوشرو از یاد کنیتون، بعد هر کدامش علاهیده به تفصیل میگذاریم در درس‌های می آمدگی. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.